استفاده پرثمر زمین‌های کارم، رعایت طلبات کارهای اگرتکنیکی و پرورش درست زراعت‌ها مساعدت نمود که حاصلناکی زراعت‌ها بلند گردیده. کشاورزان شهر ترسونزاده در سال 2020 با گرفتن محصولات فراوان نایل گردیدند. پرورش سبزوات در گرمخانه‌ها یکی از سمت‌های فعالیت پرثمر کشاورزان شهر محسوب یافته. این روند با استفاده از تجربه پیشقدم عملی کرده می‌شود. و در سال 2019 18 گکتار گرمخانه موجود بود. بعد از دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت 6 گکتار در سال 2020 زیاد کرده شد که تا امروز محصولات تر و تازه برای غنی گرداندن بازار شهر ترسان و بازار شهر دوشنبه تامین نمودن محصولات کشاورزی از قبیل پمیدور، بادرنگ و سبزیجات قلمفور تیز، قلمفور شیرین تامین کرده ایستاده هستند. با مقصد تطبیق قرار و سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته بر رشد ساحه باغ و تاک‌پروری، تدریجاً زیاد نمودن استحصال میوه و انگور در شهر ترسونزاده تدبیرهای ضروری اندیشیده شده است. در اساس قرار و سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان جهت تشکیل و برقرارسازی یخدان و سردخانه‌ها در شهر بنیاد سردخانه‌ها وسعت تازه گرفته است. در دوره صاحب استقلالی خواجگیداران شهر 28 سردخانه با طلبات معیارهای معاصر بنیاد نمودند که غنجایش آن به 5750 تن برابر میباشد. امسال کشاورزان شهر ترسونزاده سال پربرار آورد. این اقدام یکی است که اولین سفر محترم پیشوای ملت به شهر ترسونزاده 3 январи سال 2020 تشریف آوردند. به کشاورزان شهر ترسونزاده دستورهای زیاد دادند در ساحه کشاورزی برای زیاد نمودن از گرفتن از یک زمین 3 و 4 حاصل در کشتی اساسی غلادونگی حاصل خوب گرفته رویانده شد. در کشتی شالی زیاده از 50 سنتینری حاصل غونداری کردند و در غلادونگی هم باشد خیلی خوب نشان دهنده نظر به سالهای گذشته خوب بوده است. نقشه پخته را 103% اجرایی شد. با مقصد تطبیق سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان وابسته به زیاد نمودن میدان کشتی تکراری از حساب غلادونگی‌ها، لوبیاگی‌ها، جواری مکه و شالی تدبیرهای عملی اندیشیده شد. میدان‌های کشتی شالی زیاد کرده شد. 4000 گکتار 502 گکتار در کشتی اساسی باقی مانده در کشتی تکراری بود که کشاورزان شهر ترسونزاده تا آخر همه محصولاتی که در زمین ها بودند تا آخر جمع آوری کرده توانستند. امروز در شهر ترسونزاده نقشه شودگار به 101% اجرا شدگی است. در کشتی ترامایی باشد در زمین های للمی 101% اجرا شدگی است. تمامی که دورنامه‌ای که برای سال 2021 پیشنهاد شدگی بود از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان کشتی ترامایی غلادونگی ها 101% اجرا شدگی است. با مقصد تطبیق قرار و سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت چاره‌واداری نیز در شهر ترسونزاده به وسعت چاره‌واداری مراحل جدی روانه گردیده است.